دوست خوبم، ویدئوی دیروز رو دیدی؟ چطور بود؟ خوشت اومد؟ نکات مهمش رو یادداشت کردی؟ امروز میخوام ادامه اون ویدئو رو براتون بذارم. پس با من همراه باشید. سلولای خونی بریم سراغ گیاهان. اونا چی؟ اونا هم اگه تو آب باشن میترکن؟ نه دیگه، اونا یه برگ برنده دارن. دیواره سلولی. آها، همون دیواره سخت سلولوزی. بله، همین دیواره نمیذاره بترکن. وقتی سلول گیاهی تو آب خالص یا محیط هیپوتونیک قرار میگیره، آب با فشار زیادی وارد واکوئل بزرگ مرکزیش میشه. سلول حسابی ورم میکنه، مثل یه لاستیک ماشین پرباد. ولی نمیترکه. نه، دیواره سلولی محکم جلوش رو میگیره. به این حالت که سلول پر از آب و سفت میشه میگن تورژسانس یا آماسیدگی. آها، پس این همون چیزیه که باعث میشه مثلا برگا و ساقه‌های علفی سفت وایسن؟ دقیقاً. همین فشار داخلی یا فشار تورژسانس بهشون استحکام میده. مثل وقتی که سبزی پلاسیده رو میذاریم تو آب و دوباره سرحال میشه. بله بله، دقیقاً همونه. خب، برعکسش چی؟ اگه گیاه آب از دست بده یا تو محیط شور باشه؟ اون موقع یه پدیده دیگه رخ میده به اسم پلازمولیز. پلازمولیز؟ بله، تو محیطای هایپرتونیک، یعنی جایی که غلظت نمک یا مواد حل شده بیرون سلول زیاده، آب از سلول گیاهی خارج میشه. مثل گلبول فرمز. آره، آب از دست میده. ولی اینجا چون دیواره هست اتفاق دیگه‌ای میفته. واکوئل و کل محتویات زنده سلول، یعنی پروتوپلاست، چروک میخورن و از دیواره سلولی فاصله میگیرن. انگار داخل سلول جمع میشه. این همون پژمردگی گیاهه. دقیقاً، این باعث پژمردگی میشه و برخلاف تورژسانس که حالت نرمال و خوبیه، پلاسمولیز اگه شدید و طولانی باشه میتونه باعث مرگ سلول بشه. پس چه سلول حیوانی چه گیاهی باید یه راهی برای تنظیم این ورود و خروج آب داشته باشن. یه جور مدیریت داخلی. بله، کاملا درسته. به این فرایند میگن تنظیم اسموزی یا آزمورگولیشن. یعنی موجود زنده باید بتونه فعالانه غلظت املاح و میزان آب بدنش رو کنترل کنه. مکانیزماش چیه؟ مثلا در ما انسان‌ها. در ما خب نقش اصلی با کلیه هاست. کلیه مثل یه تصفیه خونه خیلی هوشمند عمل میکنن. خون رو فیلتر میکنن و دقیقاً به اندازه‌ای که لازمه آب و نمک رو بازجذب میکنن یا دفع میکنن تا غلظت مایعات بدن ثابت بمونه. هورمون‌ها هم نقشی دارن؟ بله حتماً. هورمون‌هایی مثل ADH یا همون هورمون ضد ادراری که باعث بازجذب بیشتر آب میشه و آلدوسترون که روی بازجذب سدیم تاثیر داره خیلی کلیدی هستن. در مورد موجودات دیگه چطور؟ مثلا ماهیا. اونا هم مکانیزمای جالبی دارن. مثلا ماهی آب شور باید دائما آب بخوره و نمک اضافی رو از آبشش‌هاش دفع کنه. ماهی آب شیرین برعکسه. اصلا آب نمیخوره و سعی میکنه نمک رو از آبشش جذب کنه و ادرار خیلی رقیق دفع میکنه. گیاهان چطور؟ خودشون رو تنظیم میکنن بجز اون دیواره سلولی؟ گیاهان هم راه‌های مختلفی دارن. کنترل باز و بسته کردن روزنه‌های روی برگ‌هاشون استوماتا برای کم کردن تعرق و از دست دادن آب. ذخیره آب تو همون واکوئل هاشون. و یه کار جالب دیگه هم میکنن. تولید و انباشت بعضی مولکول‌ها داخل سلول که فشار اسموزی رو بالا میبرن و کمک میکنن آب رو نگه دارن. به اینا میگن مواد محافظ اسموزی. چقدر پیچیده و هوشمندانه است این سیستم ها. و جالبه که ما از همین پدیده اسموز تو فناوری هم استفاده کردیم، مثل اسموز معکوس که تو منبع بود. بله، اسموز معکوس یا RO یه مثال عالیه.